بچه‌ها چطورین؟ سرآشپز حدیث هستم. ایشونم دستیارم شف برفی. میخوایم بریم ماکارونی درست کنیم. هدف از این کانال اینه که چیزای ساده زندگی رو یاد بگیریم. مثلا ماکارونی که یه غذای ساده است، من هیچ وقت درست نمی‌کنم، همیشه مامانم غذا درست میکنه، ولی خب دارم سعی میکنم مهارت‌های زندگی رو در کنارش یاد بگیرم و مستقل باشم دیگه. نباید همیشه وابسته باشیم به مامانامون که بهمون غذا بدن یا کار خونه رو انجام بدن. از اونجایی هم که برفی دختر منه، میخوام همین حالا مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره. بریم ببینیم چی کار میکنیم. داشتم سیب زمینی ها رو پوست میگرفتم، بعد گفتم ویدیو نگرفتم که دیگه از وسط سیب زمینی پوست گرفتن در خدمت شما هستیم. سیب زمینی ها رو که پوست گرفتیم، بعدش چیکار میکنیم؟ ورق میکنیم برای ته‌دیگ. اینجوری میشه که یه ته‌دیگ برشته و خوشمزه و خوشگل داریم دیگه. سیب زمینی پوست گرفتنم که سختی نیست. و اینم ماما سیب زمینی پوست گرفتن که سخت نیست. کجاش سخته؟ اونا که کاری نداره. من نمیدونم چرا اینقدر بزرگیش میکنین. برات الان یه دقیقه درست میکنم یه ماکارونی مشت چرب و چیر تو عمرت نخورده باشی. البته بچه‌ها ناگفته نماند، من یه سری چیزا غذا درست کردم خب، ولی ماکارونی رو هیچ وقت نمیتونم خوب در بیارم. نمیدونم، حالا میخوام، یعنی تنهایی درست میکردم خوب در نمیومد، حالا این دفعه میخوام با نظارت مامان درست کنم ببینیم مشکل از کجا بوده که سیب زمینیام ماکارونیام حواسم تو سیب زمینیه دارم. ماکارونیام چرا خمیر میشه هر وقت درست میکنم. خب سیب زمینی ها رو که پوست گرفتیم، بعد اینجوری ورقش میکنیم، ورقای ضخیم چون میخوایم بذاریم ته قابلمه. بعد اینا رو هم که خوردشون کردیم میشوریمشون، یه بارم قبلا شستیم ها. بعد تیز میکنیم، نمک بهش میزنیم، بعدم میچینیمش ته قابلمه برای وقتی که میخوایم ماکارونی رو بریزیم روش. سیب زمینی ها که شستیم و نمک زدیم و روغن هم ریختم کف قابلمه. بعد اینم آبگیری ماکارونیه، اینم گوشت و پیازه که مامان داره تفت میده، اینم روبیه که یه خورده با آب پختیمش، اینم روبشه، سسشه. از اونجایی که میدونم بعد میخواین پشت سرم حرف در بیارین بگین خودش درست نکرد، مامانش درست کرد. اومدم اینجا نشستم پای گاز دارم نظارت میکنم. چی بهتر از این؟ جسی هم اینجا منتظر غذاشه. جسی کباب میخوای؟ کباب؟ باشه ما ماکارونی میکنیم تو کباب بخور. خب ماکارونی ها رو چند دقیقه تو آب جوش گذاشتیم؟ بستگی به ماکارونیش داره. 10 دقیقه گذاشتیم. بعد اینم سسشه که درست کردیم. اینم که سیب زمینیاییه که من زحمت کشیدم. خواهش میکنم. بعد اینم مایه چیزه که بهش روب گوجه زدیم. بعد اینجوری دوباره خاموش شد. رو اووریو دم بدم. خب
ایشونم جسی خانومن، ناظر کیفی. جسی همه چی راضی؟ همه چی اوکیه؟ ماکارونی رو میریزیم توی کاب. به به به. بیا ماما. کی اومده؟ ها؟ تو خورد کن نباید میختی، ولی میختی توی چرخ گوشت. یه اومدن دیگه بوره اینا آمده کرد تو هم میره اب نداره. نه این نرمم بوده، من خیلی آب نرختم. خب دیگه بقیه‌شون که میدونیم میذاریم یه کوچولو دم بیاد، بعد نهایی رو بهتون نشون میدم. تا ماکارونی دم میشه، دم میکنه، نمیدونم. یه خرمالوی بخوریم. دم میکشه. بفی ماکارونی دم میکنه یا دم میکشه؟ دم میکشه. خب سالادم براتون درست کنم. میخوام سالاد درست کنم. الان تو باید سالاد چی سالاد نمیدونم، ما همیشه کنار ماکارونیمون یه سالاد درست میکنیم، نمیدونم اسمش چیه، توش کاهو میریزیم و گوجه و خیارشور، سسش هم که سس فرانسوی میریزیم دیگه. ولی خب خیلی زیاد نمیخوام درست کنم چون جسی و برفی میل به سالاد ندارن. الان بهتون نشون میدم جسی و برفی میل به چی دارن. من ماکارونی میخورم، بچه‌ام کباب میخورم. نوش جونت عزیزم، نوش جونت، من حرف نزدم. این پیش غذاشونه. بعدش ماکارونی میخورن. نه ماکارونی دوست ندارن جسی فکر کنم یکم میخورن. خب من الان سالادمو چیز کنم، دوربین رو میارم افشاگری میکنم. افشاگری داریم توی خونه. چقدر در حق من اجحاف اشراف هم میشه. خب اینم کاوامون. بعد میام چیکار میکنیم؟ اینا رو اینجوری میریزیم روش. تمام. ایزی ایزی. تمام. اینجوری میشه. این هم از سالادمون. بعدم سس میریزیم روش. ماکارونی میخوریم. حالا بهتون نشون میدم چجوری بخوریم. یادتون میدم. اینم تبندی جسی و برفیه. تا ماکارونی آماده میشه، اینم قابلمه ماکارونیه. تا ماکارونی آماده میشه جسی و برفیه یه کباب ریزی میزنن. عجله نکنم. خب میخوایم ماکارونی رو برگردونیم. خدایا مامان چرا نگاه نکنی؟ دارم نگاه بیرون. خب بچه‌ها بریم ماکارونی رو برگردونیم، ولی اگه تعدیگش برنگشت مقصر من نیستم ها. یا خود برگشت. به چند روز بزرگم اوی این چیز بهم بده کفگیر. روز بگی طرفی ها. اوی خودش رفت.
اینم از نتیجه کار. رخ کار رو ببین. من قش. بریم تو کارش. ببین چی درست کردم. البته درست کردیم. جسی ماکارونی؟ چیزی داشت که الان کباب میزدی. باشه یه ذره باید نداره کمش بود. بره بهشتی هم بده. چشم. بهشتی بانو اومد چه خدا. بیا ماما. ببین دخترت چی کرده. چجوری بردارم؟ خیلی زیاد بود. خوبه اون اومد. بشقابت بگیر. کمک کن. نمیاد. این چنگالا برای سالاد کن. از اون هست وسطش. به خاطر که من درست کردم کلا سیب زمینی که من درست کنم خیلی 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 خب خیلی دوست دارم نرم باشه. باید زیر دندونت بیاد. خیلی دراز فرانسوی ها ناراحت میشه. وای بپیچی نگاه اینجوری بپیچیش اینجوری نگاه کن. ایتالیایی ها نارم چه فرانسوی ها ماکارونی نمیدونم. خیلی خوبه. سالاد هم میکنم. جاتون خالی. امیدوارم که همیشه سفرهاتون پر برکت و پر نعمت باشه. دلتونم خوش.